زمین به عنوان جایگاه زندگی شناخته شد. غرش رعد و ریزش باران، تغییرات رودها و دریاها، کاشتها و برداشتها و دگرگونی‌های دیگر روی زمین انسان را به اندیشه ژرف پیرامون خود فرو برد. این چنین بود که تصورات گوناگون درباره زمین و آسمان‌ها شکل گرفت. انسان تصوراتش را به شکل‌های مختلف به تصویر کشید و سرانجام بر آن شد که آن را بشناسد و بشناسد. وقتی قرار شد راجع به نقشه صحبت بکنم، فکر کردم بعد نیست به عنوان شروع نگاهی به سیاحان و وقتی قرار شد راجع به نقشه صحبت بکنم، فکر کردم بعد نیست به عنوان شروع نگاهی به سیاره‌های دیگه بکنیم تا حداقل چیزی شبیه کره خودمون رو از دور دیده باشیم. مثل اینکه یک کلمه مقدمه شروع کردم، شاید باعث هیجانی باشه که از دیدن افق بی انتها به من دست دارم. به هر حال لازمه که خودتون آماده کنید تا داستان منو بشنوید. سوالی کردید؟ خب معلومه هر چیزی داستانی داره، حتی نقشه. داستان ما از اینجا آغاز میشه. از دیرترین زمان روی کره زمین، از دورترین مکانها، از جایی که تمدن‌های نخستین به وجود آمد و رشد و نمو کرد. این نقطه شروع رو کارشناسان نقشه برای ما مشخص کردند. آنها با در اختیار قرار دادن یک تحقیق چند صد صفحه‌ای مواد اولیه کار رو برای ما فراهم کردند. بعد از اینکه این تحقیق تدوین و خلاصه شد، فیلمنامه‌ای بر اساس آن تنظیم کردیم. حال میبایست برای یافتن مکان‌های مورد نیاز فیلمبرداری سفرهای بازبینی را انجام دهیم. مکان‌های تاریخی که بتوانید سیر تحول و تمدن بشر را در آنجا نشان داد و خیلی جاهای دیگر که فیلمنامه ما نیازمند آن بود.
قدم بعدی ما قبل از فیلم برداری آماده کردن استودیو و دکورهای لازم و تمرین فیلم برداری برای جلوه‌های خاص از قبیل نمایش تصویر روی پرده شفاف و تلویزیون بود. لازم بود از نظر هماهنگی نور و رنگ و رسیدن به نتیجه مطلوب این تمرین‌ها صورت بگیرد. نمایش تصاویر به این شکل بیشتر به خاطر این بود که تصمیم گرفتیم تمام تصویرها به وسیله دوربین خودمون فیلم برداری بشه و اگر هم لازمه از تصاویر آرشیو مانند فیلم‌های خبری و غیره استفاده بشه به وسیله فیلم برداری از تصویر تلویزیونی آن این کار انجام بگیره. تجربه بعدی ما که برامون تازگی هم داشت ساخت ماکتی برای تجسم کهکشان بود. باز هم طبق قرار قبلی بدون رجوع به آرشیو و فیلم های موجود تصمیم به ساخت آن در استودیو گرفت. با مشورتی که با دکوراتور برنامه انجام گرفت برای ساختن آن از یک زمینه ثابت در عمق صحنه استفاده کرد و با الصاق ورقه های فلزی منعکس کننده نور فضای کلی رو به وجود آورد. برای به وجود آوردن بعد در فضا کوههایی رو که قابلیت انعکاس نور رو داشتند در جلوی زمینه به وسیله رشته‌های نازک و شفاف در فضا معلق نگاه کردیم. ماکت ماهواره را نیز به وسیله همین رشته‌های شفاف در فضای کهکشان به حرکت آورد. بعد از اینکه ساخت و کار به پایان رسید چند صحنه به صورت آزمایشی فیلم برداری کردیم تا ببینیم نتیجه کار چطور از آب در خواهد آمد. به این ترتیب تا نتیجه و جواب تست های گرفته شده از لابراتوار برگرده ما عازم فیلم برداری صحنه های بازسازی و خارج از استودیو شد. لباس های لازم تهیه شد و طراحی گرین صورت گرفت. مکانها در سفر بازبینی مشخص شده بود و به این ترتیب گروه فیلمبرداری عازم محلهای مورد نظر شد. قصد ما هم از بازسازی وقایع تاریخی بیشتر فانتزی بود برای متنوع شدن برنامه، نه نقل تاریخ به روایت تاریخ. ما حدود راههای ممالک مشهور را با رنگ سرخ، شنها و ماسه‌های درشت را با رنگ زرد و کوههای بزرگ را با رنگ خاکی مشخص ساختیم تا به آن نزدیکتر باشد. مهم نیست که چگونه میخوایم اونجا رو فتح کنیم، مهم اینه که چطور به اونجا برسیم. باز هم تکرار میکنم، یک گروه پیشا پیش هر لشکر حرکت میکنه و مجاری رودها و حدود بین صحراها و کوهها را و فاصله بین شهرها را تعیین و ترسیم میکنه، اون هم به ساده ترین شکل ممکن. یک نقشه جنگی. این لوح مربوط به 500 تا 700 سال پیش از میلاد. این خوب بود؟ یه تیکه دیگه میگیری؟ اصلا خدا شما که از این برمی‌خواهی؟ و آنها فرض می‌کردند که بین این دو دایره اقیانوس قرار گرفته
موزه نظامی برداشت اول. در همین زمان که ملل غرب هر روز به کشفیات و تحقیقات جدید نائل می شدند، ایرانیان سرگرم جنگ‌های ادواری خود بودند. در طول تاریخ جنگ‌ها انگیزه مهمی در تهیه نقشه بودند. در جنگ‌های ناپلئون با شاهان پیشین شاید راه در طول تاریخ جنگ‌ها انگیزه مهمی در تهیه نقشه بودند. جنگ‌های اسکندر و شاهان پیشین شاید راهگشای در زمینه استفاده از نقشه برای مقاصد نظامی بودند که در واقع به یک شکل بدوی استفاده از نقشه بودند. با پایان گرفتن فیلم برداری صحنه‌های خارج از استودیو، دکور اصلی برنامه نقش شد. این دکور در هر برنامه با تغییراتی مختصر در عوامل متشکله آن شکل جدیدی پیدا می‌کرد. و باز هم آماده سازی، تمرین‌های لازم جهت دوربین، بازیگر و غیره. چرا ماه در میان ستارگان تغییر مکان بود؟ اجداد نیاکان ما از همون ابتدا در صدد کشف اسرار زمین و آسمان بودن. از خودشون میپرسیدن این گنبد آسمان چیه؟ آیا از مایه آقا یه صدای اومد؟ اب نداره. اشکالی نداره. اجداد نیاکان ما و بالاخره فیلم برداری. برای انجام عملیات تاکتیکی و استراتژیکی و اطلاع از نیروهای دشمن و نقل و انتقالات نیروها همیشه نقشه‌های فرودگاه‌ها، بندرگاه‌ها، پادگان‌ها و غیره در اختیار ارتشیان بوده. همونطور که دیدیم وقتی کار را باز بکنیم و اون را گسترش بدیم باعث تغییر شکل و کشیدگی عوارض میشه. خب شاید شما بپرسید هدف شما از این مدار و نصف النهار و طول عرض جغرافیایی چیه؟ هدف ما تعیین موقعیت نقاط مختلف روی کره ارض نسبت به هم می باشد که با استفاده از این فرضیات امکان پذیر می شود. با پایان یافتن فیلمبرداری صحنه‌های زنده، نوبت به تهیه و فیلمبرداری از تصاویر نقشه‌ها و سندهای تاریخی دیگری که لازم بود رسید. فیلمبرداری انیمیشن از تصاویر نقاشی متحرک و طرح‌های گرافیک و اون که از تصاویر باقی مانده بود نیز انجام شد. این
ترتیب وارد مرحله تدوین شدیم. در این مرحله میباید فیلم‌های گرفته شده مرتب بشه و اتفاقها، اشکالها و اشتباههای اجتناب ناپذیر دوربین، هنرپیشه، صدا و غیره از آن جدا بشه. آیا میتوان همان فاصله ها و طولهایی رو که در طبیعت دیده میشه روی کاغذ منتقل کرد؟ مثلا 1 کیلومتر راه رو روی 1 کیلومتر کاغذ آورد؟ مسلما نه. بنابراین باید این فاصله ها رو کوچک کرد. این نوع شد تشکیل شده بود. این نسبت کوچک شده طولی رو مقیاس زمین میگن. مثالی بزنیم. نقشه خطی یعنی دقیق‌ترین راهنما و وسیله شناخت زمین. به زمان آماده نشست باید اون را دانست. همونطور که انسان‌ها برای برقراری نقشه خطی یعنی دقیق‌ترین راهنما و وسیله شناخت زبان. زمین. لغتنامه ده خدا در مورد نقشه چنین میگوید: طرحی که برای توضیح و تعلیم اوضاع اقتصادی و سیاسی و طبیعی هر قطعه از کره زمین میتوان ترسیم کرد. اشتباه میتوان ترسیم کرد. رسم میکنن. این سازمان مسئول تهیه کلیه نقشه های دریایی، زمینی، زیرزمینی و پوشش عکسی از تمام سطح کشور شناخته شد. در ضمن میتواند این سازمان کمی پس از آن با همکاری سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان جغرافیایی ارتش عملیات شبکه‌های مثلث‌بندی مادر را به نام زاگرس زیر نظر مستشاران آمریکایی انجام می‌دهد. در نقشه ربع مذکور ادریسی بلاد سودان، عربستان، زنگبار، بربرستان و بحرالاسود یاد شده و همچنین از مسکن به جرأت میتوان گفت که تمام جانوران چی شد؟ بدین ترتیب پیشرفت علوم و فنون تأثیر بسیار زیادی در کیفیت تهیه نقشه ایجاد کرد. هرچند که در قرن 17 وسایل اندازه‌گیری دقیق شد، ولی فقط در قرن 20 بود که به مرحله تکامل خود نزدیک گردید. یک بار دیگه اصلا بگیرید. و سرانجام این همه تکافؤ، رفت آمد و تلاش مدام یک گروه در طی 3 سال تبدیل به 5 حلقه فیلم میشه. 5 برنامه که در آن سعی شده مسائلی که به نقشه مربوط میشه رو مطرح کنه. تاریخچه نقشه، شناخت نقشه، مراحل تهیه نقشه، نقشه خوانی و کاربرد نقشه. این 5 برنامه سهمی است که شما با دیدن آن از زحمت 3 ساله گروه میبرید و برای خود گروه خاطره‌ای که همیشه باقی خواهد ماند.